دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به اپیزود دوم خیلی خوش اومدین. سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که تا اینجا عید بهتون خوش گذشته باشه. امیدوارم قسمت قبلی کارمون به دردتون خورده باشه و استفاده کرده باشین. این قسمت از اپیزود دوممون ادامه قسمت قبلی و امیدوارم به دردتون بخوره. دوستان عزیزم نگاه کنید، من با وسط سرسوهان دارم شروع میکنم به ریموف کردن. خیلی آروم این کار رو انجام بدیم، فشار دستتون صفر باشه، فقط و فقط لاکشیل ریموو بشه و حواستون باشه که به اون قسمتی از ناخون که رشد کرده آسیب نرسونین. الان نگاه کنید، من دارم با سر سرسوهان ریموو کنم. نگاه کنید، تاکید کردم که بالشتک رو بکشین. حتما این کارو بکنین که سرسوهان به بالشتک نخوره. دوباره با سر سرسوهان اون قسمت ریشه رو دارم ریموو میکنم. دوباره با وسط دارم ریموو انجام میدم. فشار دستتون صفر باشه، تاکید دارم. بالشتک ها حتما کشیده بشه. نگاه کنید، دستم برگردونم، بالشتک رو کشیدم و دارم ریموو هم انجام میدم. و ریموو با سر سرسوهان باشه. فشار دستتون اگر صفر باشه هیچ گونه مشکلی براتون پیش نمیاد. الان میبینیم که یه دونه ریموو کاملا عالی و اصولی داریم. خب دوستان عزیزم، قبل از اینکه به ادامه قسمت دوم بپردازی، یک نکته بسیار مهم رو باید بهتون بگم. برای کاشتی که با قالب انجام میشه، شما این قالب رو دارید. قالب رو میتونید در مدل های مختلف و کیفیت های مختلف از جاهایی که کار ناخن انجام میدن و این وسایل رو دارم به خریداری کنید، فکر کنم قیمت زیادی هم داشته باشه، ولی خب کلا کار با کار قالب راحته و اگر که به دقت به حرفای من گوش کنید، خیلی راحت میتونید در 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت سریع برای مشتریتون کاشت قالب بزنید و کارش تموم بشه. الان نگاه کنید، من این قالب رو دارم، سایزهای مختلف داره و شما باید هر کدوم از اینا رو امتحان بکنید. مثلا من اینو برداشتم، میخوام واسه انگشت اشاره‌ام تست کنم. نگاه کنید، یه نقطه خروجمو کاور میکنه ولی این نقطه خروجمو کاور نمیکنه و کلا اصلا باید فشار بدی تا روی کار بشینه و این مناسب کار من نیست. پس دوباره یکی دیگه رو انتخاب میکنم و بررسی میکنم. الان نگاه کنید، این هم همین، این نقطه خروج رو کاور میکنه، اینو نمیکنه. یکی از نکات مهمش اینه که باید نقطه خروج هاتون رو کاور کنه و وقتی که کاور کنه کاشت شما دوام داره. اما اگر کاور نکنه، به محض اینکه مشتری باشه از سالن بذاره بیرون یا هر جا، میشکنه. اینا تست میکنم. خب نگاه کنید، این نقطه خروج کاملا کاور شده، این یکی هم کاور شده. پس این مناسب انگشت اشاره من جواب باشه. ولی خب اینجوری نیست، اصولا واسه این سه تا ممکنه جواب بده. پس چی شد؟ نکته اصلی اینه که نقطه خروج هامون رو کاور کنه و وقتی که از نیم رخ به ناخن نگاه میکنیم اینجوری باشه. این خیلی مهمه که باشه. اگر نباشه ممکنه که کارتون به هر دلیلی بشکنه، یعنی دنبال بهانه هست که فقط بشکنه. از شما باید همه اینا رو بدونید و با اصول کارتون رو خب دوستان عزیزم، ببینید من الان پلی ژلم رو آوردم و با این سر قالبم اون مقداری که میخوام رو برداشتم. پلی ژلم رو یه گوشه میذارم، الکلم رو دم دستم میذارم، قلموی کاشت میتونین هم چش گربه‌ای داشته باشین، هم مربع، هر کدوم بستگی به خودتون داره، هیچ محدودیتی نداره، با هر کدوم که راحت هستین. اینو قبل کار خیس میکنین، میذاری کنار دستت و یه پوشر میاری. پوشر هم که خودتون میدونین تو قسمت قبلی آموزش دادم، این پوشرمونه. اینجا خیسش میکنیم، الکلش رو میگیریم چون الکل زیاد باعث میشه ژلمون شل بشه. آروم آروم این قسمت رو صاف میکنیم و بعد اینجوری میاریم داخل ژل. اینجوری میاریم داخل. میتونین از این قسمت از پوشر هم استفاده کنین و اینجوری بیاین داخل، ولی حتما این نکته رو فراموش نکنین که این مواد رو باید به این قسمت های گوشه کاشت برسونین و حتما انجام بدین چون باعث میشه کارتون محکم تر بشه. این نکات ظریفیه که اگر انجام بدین کاشتتون خیلی خوب در میاد. حالا پوشرمون رو میذاریم و با قلمویی که گفتم قلمو رو خیس میکنیم، باز هم اضافی های الکل رو میگیریم و بعد آروم رد قلمو نمونه شروع میکنیم به پخش کردن مواد. دوستان عزیزم الان میبینید که من مواد رو گذاشتم و طبق حالا اون مقدار قدی که میخوام، چون قدم خیلی میخوام کوتاه بشه، میذارم و برای شروع ببینید یکی از نکاتش اینه که اینجوری میچسبونیم، فیکسش میکنیم،
نقطه خروج رو چک میکنین، از دستتون رو برمیگردین از این ور، اگه کج باشه صافش میکنین، فیکسش میکنین، باز از زیر نگاه میکنین، اگر لازم باشه اینجا یکم فشارش میدین و زمانی که دیدین از هر نظر اوکیه دوباره اینجوری برگردونین. خب از این نظرم یه مقدار اینجا کج بود، دوباره فشار میدین. وقتی دیگه کامل اوکی بود میذارین توی دستگاه، ولی قبلش برای نکات رو حتما بررسی و چک بکنین بعد تو دستگاه بذارین. خب الان ببینین شما تو نیمرخ که نگاه کنین اینجا هست خود ناخون فرمش اصلاح نیست، این قسمت مشکل داره، این قسمتش مشکل داره و بعد اینا اصلاح بشه. پس چی کار میکنیم؟ دوستان عزیزم، برای اینکه کارتون بدون هیچ عیب و نقصی باشه بهتره این مرحله از کارمون رو با سوهان دستی انجام بدیم. الان که با پد تمیز کردم میبینیم که هیچ گونه خط و هیچ گونه ردی نیست و کاملا با سوهان برقی محو شده و الان بهتره برای اینکه کارمون ظریف‌تر در بیاد با سوهان دستی لبه های آزاد و اون لبه ناخون رو فرم بدیم که یه کار تمیز و کاملا شیک رو بهمون تحویل بده. خب دوستان عزیزم، ما قدمون رو دادیم، الان دیگه میخوایم بریم برای مواد گذاری و حالا یه سری کارهایی که قبل از مواد گذاری بعد انجام بشه. برای کارهایی که قبل از مواد گذاری بعد انجام بدیم، اول با پدمون سطح صدف ناخن رو تمیز میکنیم. وقتی که خوش شد پرایمر غیر اسیدیمون رو میزنیم. پرایمر هم هر مارکی که خواستیم فقط غیر اسیدی باشه و باعث نشه که دست مشتری بسوزه، چون اسید اصولا میسوزه. نکته‌ای که هست اینه که پرایمر رو فقط به اون قسمت هست که ناخون رشد کرده میزنیم، نه رو خود کاشت. نگاه کنید قسمتایی که ناخون هست، ناخون اصلی که روش کاشت شده، اینجوری میزنیم و تا اون بیس ناخون نپریده رابر بیسمون رو میزنیم یا بیسمون فرقی نداره. یه نکته که بعد راجع به رابر بیس دقت کنین اینه که نباید چون ژله به اطراف چه کوتیکو چه بالشتک های ناخون بخوره و این رابر بیس باید به همه قسمت ناخون بخوره، اطراف بالشتک، خود قسمت کاش، همه جا. میگم فقط به این قسمت های بالشتک نبخوره، ولی نگاه کنین این قسمت های ریز باید کاملا غرق در رابر بیسمون بشن و یه همچین کاری رو بهمون تحویل بده. این هم میذاریم 60 ثانیه توی دست. تو برمیداریم این قسمت از ناخون میذاریمش. الکل در حین کار فراموش نشه و نوچیش هم حتما بگیریم. خب الان الکل میزنیم، اینو اینجوری فقط به دست من نگاه کنین تا یاد بگیریم. اینجوری فشارش میدیم، میکشیمش پایین، دوباره فشار فشار و پایین. چون قد ناخونتون بلنده، اگه قد ناخونتون بلند نباشه هم مواد کمتر برمیداریم، هم نیاز به این کار نیست. دوباره این قسمت از ریشه رو ببینید، این مواد رو اینجوری هول میدیم، میکشیم، دوباره اینجوری بکشیم پایین. این قسمت خیلی نباید مواد باشه چون بعد تا ترم بعدیتون هوا میگیره. آروم آروم ببینید اینجوری برای سمت ریشه پرس بکنیم، فشار نه خیلی هم فشار بدیم، پرس نه به همین راحتی. ببینین الان یه همچین چیزی رو بهتون میده با همون قلمو که قالبو زدیم. این قسمت از کارمون رو با قلمو خیلی آروم به صورت اینکه داریم نوازش میکنیم انجام میدیم و سطح میکنیم اون قسمت هایی که ناهمواری داره رو صاف بکنیم، یه جوری که کار خیلی تمیز بشه و زیاد نیاز به سوهان کشی نداشته باشه. خب دوستان عزیزم، مواد ما رفت توی دستگاه خوش شد اومد و الان میخوایم بریم مرحله آخر از قسمت دوممون رو انجام بدیم. الان وقتی از دستگاه میاد بیرون یه نوچی داره، یعنی دست بزنیم حسش کنیم میفهمیم نوچی رو داره. دوباره با پد الکل نوچی رو از بین میبریم. خب دوستان عزیزم، میبینید که الان من نوچی کارم رو گرفتم و مواد گذاری رو انجام دادم و میخوایم بریم برای سوهان کشی که یکی از مباحث خیلی مهمه. ببینید سوهان کشی لبه آزاد، این قسمت لبه آزاده. این قسمت ها بستگی به فرم ناخن داره. اگه فرمتون مثل مال من گلدونی باشه خب بعد اینجوری که من الان میخوام سوهان کشی کنم انجام بدیم، ولی اگر متفاوت باشه بعد بر اساس اون انجام بدیم که حالا من در سری های بعدی ویدیو ها بهتون مابقی فرم ها رو آموزش میدم. برای کارمون از شروعش اینه که اینجوری ببینید کاری نشه باشین که قبلا شما مثلا دوباره این سوهان کشی انجام دادین، هر سری باید انجام بدین. یه اینجوری
و این تیزی رو باید به دست بیارین. اینجوری مشاهده میکنین، اینجوری کاملا اینجوری، و از اینجا شروع میکنین. اون سری هم تاکید کردم که مسیر رفتن سوهان دستی فقط باید رفت باشه. اینجوری نگاه کنین، فقط رفت. اینجوری هم که انجام میدین، اینجوری نکنین، دستتون هم اینجوری کنین که به تمام نقاط ناخن سوهان بخوره. دوباره نگاه کنین، الان این قسمت سوهان نخورده. الان نگاه کنین، بذارین جلو خودتون تمیز کرده، این که یه ظرافت ناخن داشته باشه. ببینین الان بازم به نظر من جالب، بذار من برم انجام بدم. الان نگاه کنین، من سوهان که کشیدم، کار کاملا تمیز، ظریف. ببینین مشاهده میکنین. الان جلو خودتون میخوام تمیزش کنم که ببینین. این از خروجی کار ما میشه. یه نکته آخر هم بگم و این دیگه میشه پایان ویدیوی ما. دوستان وقتی که شما سوهان کشی میکنید، باز هم یه سری بالا بلندی روی صفحه ناخن هست. با استفاده از بافر سطح ناخن، این دیگه مثل سوهان نیست که حتما بر رفت باشه، برگشتن میشه. ببینید من اینجوری میکشم، اینجوری میکشم، گاهی وقتا اینجوری، و در آخر یه کار خیلی ظریف و تمیز به ما میده.